اخیراً پیشرفت‌های فناورانه بسیار وسیعی در دنیا انجام شده در رابطه با استفاده از هادرون تراپی یا یون‌های سنگین و پروتون‌ها برای درمان سرطان. از نظر دانش و از نظر فناوری هم کار بسیار مهمی این پروژه داره. جای افتخار داره که ما این رو بگیم که در این زمینه ما هم پا به پای کشورهای پیشرفته و دارنده این فناوری داریم جلو میریم. در ارتباط با این موضوع شروع کردیم به مکاتبات با مراکز بین‌المللی و صاحب فناوری. از میان همین تعداد کشورهای انگشت شمار صاحب این تکنولوژی شرکت مداسترون از کشور اتریش که یکی از مجموعه‌های پیشرو در این فناوری محسوب می شود انتخاب گردید. خوشبختانه پس از چند دوره مذاکرات فشرده قراردادهای لازم با این شرکت منعقد گشت که این مسئله همزمان با عقد برجام با کشورهای 3+3 انجام گردید. قراردادی منعقد شد قریب به 200 میلیون یورو حجم قرارداد هست که عمده این مبلغ صرف تأمین تجهیزات این مرکز میشه. Partikeltherapie, wie wir sie machen, also mit Protonen oder Kohlenstoffionen, da kommen Sie zu dem Punkt, dass Sie tatsächlich die Therapie so, den Strahl so bestimmen können. Here in Medastron we have both proton therapy and carbon ion. Protons and carbon ions, they have the properties being heavy particles that they traverse through the patient to the tumor, and then we can control that all the energy is released in tumor cells. And in both cases we believe that with particle therapy we can provide some advantage. Less toxicity and also possibility to treat at higher dose the area that the surgeon will not resect, but where there may be a risk of microscopic infiltration. Und höhere Strahlendosis können Sie mit den Protonen applizieren. Zusätzliche Benefit kann eben auch die Kohlenstoffionentherapie bieten. Therefore, hopefully curing more patients, and on the other hand, hopefully reduce the majority of bad side effects. Dann ist natürlich die Enttäuschung groß. Dann sagen Sie, was soll denn das? Woher wissen Sie denn das überhaupt, dass Sie mich geheilt haben? Und dann sage ich, weiß ich nicht. Das Einzige, was trägt, ist Ehrlichkeit. این بیمارستان تحت عنوان مرکز یون درمانی هست. به عبارت دیگر سرطان‌ها رو از طریق تابش دادن یون‌های پروتون و کربن میشه دیگه درمان کرد. Handelt sich hier zweifelsohne um ein Leuchtturmprojekt der österreichisch-iranischen technologischen Zusammenarbeit, die zuvor 170 Jahren mit Darmstadt. این بحث طراحی داشت، بحث تأمین مالی داشت. تجهیزاتی که ما برای این بیمارستان باید تأمین بکنیم حدود 200 میلیون یورو هست.
و تاریک و رنگ‌های شاد، رنگ‌های روشن. اینی که الان مشاهده می‌کنید فقط یک رندری است از در حقیقت آن چیزی که شما در نرم افزار مدل کردن. دکتر، ما در این پروژه بسیار مهم علاوه بر تلاش و کوشش فراوان و عبور از موانع سخت و پیچیده که پیش رو بود و استفاده از خلاقیت و تکیه بر عقلانیت به حضرت ام المؤمنین و فرزندشون قمر بنی هاشم توسل کردیم و در واقع نظر و عنایت ایشون ما را از موانع عبور داد که قابل بیان نیست جزئیاتش و حتی میتونیم براش یک داستان بنویسیم. عزیزان ما اینجا مشغول کار هستند در شرایط سخت، در گرما و سرما، چون که
میدانن این پروژه چه خدماتی رو به مردم ارائه خواهد کرد، همه کسانی که در این پروژه زیر مدخل هستند با عشق و علاقه و برای کسب رضای خدا دارن کار می‌کنن. من یادم اعضای یک دیگرم که در آفرینش ز یک گوهرم. من یادم اعضای یک دیگرم که در آفرینش ز یک گوهرم. چوزی به درد آورد روزگار، نماند دگر روزها را قرار. چوزی به درد آورد روزگار، نماند دگر روزها را قرار. من یادم اعضای یک دیگرم که در آفرینش ز یک گوهرم. با بیر کار خدا شد با بیر با عشق شما ما 24 ساعته داریم کار می‌کنیم. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. چوزی به درد اون دستگاه حال همسن و سالای تو خوب بشه. یعنی اون دستگاه چیزیه که حال خودت و همسن و سالات خوب میکنه. چوزی به درد آورد روزگار، نماند دگر روزها را قرار. من یادم اعضای یک دیگر که در آفرینش ز یک گوهرم. من یادم اعضای یک دیگر که در آفرینش ز یک گوهرم.